اینجا مجمع سیاحی کمیته اندازه تاجیکستان است. 25 ایول سال گذشته 104 کودک و 42 زن را بعد از سوریه آوردن در اینجا نگاه می داشتند. امروز 7 اپریل در اینجا به رادیو آزادی گفتند که زنان و کودکانی که از سوریه آورده شدند دیگر اینجا نیستند. به گفته یک مسئول اینجا که نخواست در نزد دوربین صحبت کند، زنان و کودکان روز 20 مارس امسال به خانواده هایشان سپاریده شدند. این مسئول چند عکس را به ما نشان داد که در آنها دیده می شود زنان و کودکان با همدیگر خیر و خوش میکنند. این مسئول همچنین گفت که زنان و کودکانی که از سوریه آورده شدند بعد خلاصه روانشناسان و هم متخصصانی که با آنها کار کردند به خانواده هایشان سپاریده شدند و احتمال در آنجا نیز زیر نظارت مقامات و حکومت های محل ها خواهند بود. تلاش های ما برای صحبت با مقامات و پیوندان کودکان بی نتیجه بود. والدین یکی از کودکان گفت به آنها دستور دادند که در این باره با خبرنگاران صحبت نکنند. تاجیکستان از منطقه‌های جنگ زده سوریه و عراق 2 مراتبه شهروندان خود را آورده است. بار اول سال 2019 ده‌ها کودک و نورس را از عراق آورده در آسایشگاه خرنگان ورزاب جای دادند. اما حالا کودکان و نورسان از عراق آورده در اینجا نیستند. طبق اطلاع دریافتی اکثر آنها را به مکتب اینترنت ها دادند. دوام 4 سال خبرنگاران امکان صحبت با آنها را نداشتند. سرنوشت من بعد آنها روشن نیست. بعد سال 2014 حدود 2000 شهروند تاجیکستان به عراق و سوریه رفته به گروه تندروی دولت اسلامی پیوستند. اکثر مردان در جنگ‌ها کشته شده، زنان و کودکانشان سرسان ماندند. فعلا نیز در 2 پناهگاه سوریه و زندان‌های عراق 10 زنان تاجیک در مانده‌اند. مولا رجب یوسفی امیر ایسایف، آزادی دوشنبه.